دختر چی شد؟ تمام دیوانه ها به ما میچسبن. وای دوملو، پاشای کالولو دیدم. اینجا پوری پاشه است. دوملو التماس بیا از اینجا رویم. از کجا دیدید خانم؟ در اینجا پاشه ماشه نیست؟ از برای خدا نکنه پاشه نیست؟ به شما مکار شد. خیلی جای زیبا. زهرا جان بیشتر شد. دوملو التماس رویم. خوراک رو در دیگر جا میخوریم. شما به اینجا لایق نیستید. من شما رو به دیگر جای زیباترین میبرم. استغفرالله خانم میلیس، اینجا هم خوب است، منظره زیبا دارد. در همین جا ایستیم خوب است. دوملو والله خانم میلیس چی دروغ گویم؟ گوش نماندم. التماس شنید. شما با کجا نگاه کرده ایستاد؟ ای دوملو به هیچ کس نگاه نکردم. از برای خدا با پستو نگاه نکنید. هیچ چیز نیست. این خودش چی گفت است؟ خودش را صاحب ما میگیرد. اشتوی تمام. رحمت تشکر. با لذت. آها، آخری خوراک شام از افتش به خوبی انجام نمی‌یابد. خانم میلیس، شما چیکار کرده ایستاده عجب؟ دوملو شما رو نگاه دارم. ما رو برای چی نگاه میکنید؟ خوراکتان رو بخورید آخه. دوملو دیگر چیز میخورم. فکرم رو تغییر دادم. خب میتوانید به شما اشتهایتون. دوملو کمتر زودتر خورید. زودتر باشه لطفا. زود. یا خدایا، این چی گپ است خانم میلیس؟ برای چی سراسی ما شوم؟ کار که داشتید چرا منو دعوت کردید؟ کار نه. آخر چی؟ هیچ چیز نه. یا خدایا. امک اکرم، لبای من با شما باید یک موضوع مهم رو گپ زنم. گوش دارم. همین تو نمیرسیدی. اشتهای تو. خیر. دوملو با کجا میروید؟ خیلی با کجا میروم؟ رفتنم در کار. نه با هیچ کجا نمیروید. التماس شنید؟ خانم میلیس آخر شنید. دوملو التماس مرا تنها نگذارید. من میترسم. به خدا چی گپ؟ به خانه اجاره میبرایم. خواهر تو دختری من هم هست. تو او را به خانه ما روان میکنی، ما او را در خانه ما مهمان داری میکنیم. قینه؟ البته. اما من مجبورم. سمی جان لطفا هر چی که پدرم گفت به گفته او راضی شو. مایلش اولاد طبیعی خانه ما میبرن. همین ترنه زهرا؟ بله البته. تشکر زیاد. اما نیست. تمام اعتراض نیست. این موضوع در همینجا محکم شد. خوب چی میخوریم؟ دوملو التماس نروید. مرا تنها نگذارید. من میترسم. التماس دوملو. من باید حاضر روم. حالم وزنی نمیفهمید مگر؟ سرده توبه شکمم تاب داد. دوملو من ندارید سردی التماس. ای وای یا خدایا. اجازه دهید به حاجت خانه رفته وایم. حاجت خانه؟ البته. مرحمت. مرسی. زهرا نه. ای نمیشود. ای من باید این رو پیشگیری کنم. چی کار کنم؟ باید هم دیگر رو نبینند. نمی شود. دوملو در کجایی زیا؟ در کجایی؟ دوملو التماس زودتر برایید. دوملو
خودی حاضر باید ما رویم. با کجا میرویم خانم میلیس؟ چی گپ است؟ رویم دومولو التماس. خدایا چی گپ است میلیس خانم؟ دومولو باید زود برویم. یه چی گپ شد؟ باز پشه را دیدی؟ یزنه اونالم رو دیدم. چی؟ همان پلیسی دیوانه رو؟ دومولو بیاید تستر برویم. یا خدایا این آدم اینقدر یکرو است. خد چی شد؟ یک ماشین را اشتباهاً گرفتم. مگر این جنایت است؟ بله دومولو رفتیم زودتر بر آمدنمون لازم. نه خانم، ما این رو باید گپ زده حل کنیم. این خیلی نمیشود جانم. نه نمیشود، شما رو میپرانند. چی؟ میپرانند؟ این چی گپ است؟ برای یک ماشین آدم رو میپرانند؟ علاوه بر این که خطاگی شده است؟ بله میپرانند. از برای شما زنش از او جدا شد. خانم میلیس، من نه این آدم رو نه زنش رو نمیشناسم. از پشت من چقدر جدا میشود؟ دومولو گپ رو دراز نکنید. التماس رفتنمون لازم است. نه خانم، باید گپ زده این کار رو حل کنیم. سردید من یک بار گپ زنم. دومولو من به شما همش را نقل میکنم. اول بیاید خدا رویم. جان، چه احمقی است، دومولو. اوف احمد در کجایی تو؟ اما احمد جان تو شبها بیرون نمی برآمدی کو؟ دخترم بی‌فایده نیست. آنها به این نزدیکی نمی آیند. آنها؟ آنها کیستند؟ خیر انتظار شو و ببین. همراهش کی بود خاله جان؟ مینت دارم، تشکر زیاد. وای دومولو اه، بسیار شامی خوب بود. تکرار میکنیم. بله خوب بود. انشالله انشالله. احمد؟ با دست افتادم. وای بیوه کی بود؟ نه از تو میپرسم به من جواب دی احمد. مگر من تو رو بی‌فایده 1 سال انتظار شدم. بگو وای زن کی بود احمد؟ ای خداوند بزرگ، من دیر کرده ایستادم. نه ماشین میگذرد، نه افتابوس میگذرد، نه ترلبوس. صبر کن، مرا با خود گیر. مسلمانی کجاست؟ هی کسی ثواب نمیخواهد. یک مسلمان نیست که مرا تا محله پایان برده. بلا زند. ای خدای مهربان، به مسجد باید روم. جماعت مرا منتظر است. این دومولوی دیوانه نیست مگر؟ دومولوی دیوانه؟ با خدا همان است اکا از برای خدا در نیز دیشب این دومولوی دیوانه در این رو چیکار میکرده باشد؟ تو به عقل هستی. از دومولوی دیوانه زمان و مکان را میپرسد. او را گرفته بریم ثواب از ثواب. هی کن. ایستا 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 صبر کن. ایستا ایستا ایستا. یا الله. خداوند از شما راضی باشد. الهی آمین. بر کارهایتان برار. خداوندا نرخی گاز و بنزین را ارزان کن تا مسافران در راه محتاج نگردند و این برادران ما را به مقصودشان برسان. بین ها دلیسیت. آمین. در حق دومولو ضیای رحمتی هم دعا کنید، ثواب است. خدا جایش را جنت کند. دومولو ضیا؟ شما؟ دومولو ضیا جانی. من نفهمیدم که این شمایید. من با شما نمیروم. من سهو کردم. بهترش این که خودم پیاده میروم. چه خیل پیاده؟ در این تاریکی به آدم چه خیل پیاده؟ شندر همینجا. ای برادر، من تیارم که تا سحر پیاده راه گردم، ولی با شما رفتن نمیخواهم. با شما من نمیروم. پناهتان به خدا. چی شرکت چی گفتم؟ با من میزنم یک تو در سرت. شین در جایت، وگرنه در این کوههای به آدم خوراک گرگان و پرنده ها میشوی. جواب ده به این تلفن. جواب میدیم اکا. الو. خانم میشگان، شما در این وقت شب اینجا چیکار میکنید؟ با شما شوربا آوردم. شوربای خانگی. اما میبینم که شما در طرف خانه میگردید. استاد احمد بگوید این دختر کی بود؟ وگرنه دلم میکفد. التماس. خانم میزگان گوش کنید، این خیلی چیز نیست. من این دختر بیچاره را در وقتی خودکشی حیاتش را نجات دادم. برای یاردمی دادگیم به من تشکر گفتنی شد. از همین سبب مرا به خوراک شام دعوت نمود. به خودکشی دست زد؟ چی شما فکر میکنید که من باور میکنم؟
هاپا منی به عقل نفهمیدم. آیسته خانم. باز من میگویم که استاد احمد لباسش رو عوض کرده است برای همین بیوه. ها چی؟ احمد جان، التماس بگو وایزن کی بود؟ جواب ده لطفاً. اکا با شما یک خبری زور دارم. خیر سقراط امشب مواد مخدر میفرستاند. چه میگویی؟ سقراط در این عملیات خودش اشتراک میکنه. گوش کن دروغگو، خبرت انیق راست است. مانند او دفعه با ناخوشی راه ندهیم. اکا این دفعه خواطر نباشید. وای خبرکش ما از کو؟ جورخان وای خبرکش ما هیچ وقت دروغ نمیگوید. باور کنید اکا. 1 سال شده است که همین وقت را انتظارم، بسیار انتظارم. با پیش. تمام، مرا در یگان سر راه پرتایید. آن طرفش را من خودم پیاده میروم. خیر خدایا مرا گوش کن، تو با کجا میروی؟ حالا ما نرسیدیم. ما گفتیم میبریم یعنی میبریم، اما یک کاری خورده پیدا شد، اول آن را حل میکنیم. اکا دوملوی دیوان را همراه خودمون در این عملیات میگیریم. اگر مراد از ما چیز نمیرود کن. خیره؟ اکا کانون یک فکر عجیب دیگر با جای برونژلت ما دوملوی دیوان را استفاده میبرم. شما باشید شرف رو از دستشون هیچ کار نمیاد. اکا من همین را میگویم که اگر اجازه دید نموگی رو یک تزانم. مرا مسخره دارده؟ این مردک دیگر گپ نداره، فقط زنم این گم شه جای میمون. بس کنید، بس کنید. اول شوکت را با خود میگیریم. او بسیار قصد برادرش را گرفتن میخواهد. حالی تو به بله. از من یک نصیحت، شما شوکت رو گیرید و مرا سر دهید. ای برادر، من داملا هستم. من با آدمان سیاه و مافیا کاردار نیستم. مرا سر دهید، مرا جماعت منتظر است. به مسجد باید که به مسجد روم. گوش کن لعنتی، در جای دارم شین. دامالای دیوانه، امام گفته تو را حرمت میکنه. اینقدر از حد نگذران. بین، مرا اینقدر غضبی نکن که حالا به مسجد جنازه را روان میکنم. حرکت کنید. من میفرایم. از تو میپرسم وای دختر کی بود؟ اوف، پس برای خدا داد نزنید خانم میجگان. من یگان بار در این موضوع به شما دروغ گفتم؟ مگر گفتم؟ نه، دروغ نگفته ای. ها، اما خودتون دیدید. این که باشه تمام. وعده دهید که غیر از من دیگر یگان زن را نجات نمیدهید. اگر خودکشی کند مونید کردن گیرد. شرط است که خودتون نجات دهید. با پلیس زنگ میزده. بگذار پلیس نجات دهد. شما چی دخالت میکنید؟ شما تنها قهرمانی من هستید احمد جان. از من. احمد جان میگویم که یک جای فیلم تماشا کنیم چی میشود؟ البته در خانه شما اگر زید نباشید. نه، میدونی خانم میجگان، من تنها زندگی میکنم. شما میدونید باز یگان کس میبیند در محله گپ میبراید. من خوبه شما را به خانه اتان برم. نه در کار نیست، من خودم میروم. این خیلی نمیشود. دختری زیبا در نصف شب بیاید من شما را برم، عاشقانه میشود. بیا رفتیم. عاشقانه گفتی؟ چی؟ البته عاشقانه میشود. بیا هر دوان میرویم به مثل لیلی و مجنون. عاشقانه. رفتیم جو، رفتیم. شام بخیر احمد جون. Maylaş kolacığım. Orada kalsın biz seninle sonsuz olalım. Maylaş ustad şebi خوش. چی شد ها؟ چیکار میکنید اکا؟ پول کی نداری چرا قمار بازی میکنی؟ اکا جان در وقتش بازی میکردم اما حاضر توبه کردم ها. توبه کرده باشی با ما چی؟ قرضت رو دی. اکا جان من نگفتم که قرضتون رو نمیدیم. قرض رو به قیامت نمیمونم. معاشون رو گیرم حتما میدیم. صغیره تو چی مسخره میکنی ما رو؟ اگر 100 سال در اینجا کار کنی قرض ما رو دادن نمیتوانی. چیکار کنم اکا؟ قمار بازی کنم؟ چی کار میکنی نمیکنی برای ما فرق نداره. اگر قرض رو برنگردونی تو رو تیر برون میکنم. چی گپ است؟ تو کی رو تیر برون میکنی لعنتی؟ اکای کانون؟ دمت را گیر، مرا اکای کنان نگو. از این آدم چی میخوایی؟ این آدم برادری داملا زیا است.
اگر یک بار دیگر تو را در همین جا بینم آنه زارت نشان کم شمایی همینم کار شد. اکای کلان جان بیا بوسات کنم. اکا جان در اینجا چیکار میکنی؟ شما در اینجا چیکار میکنی اکا؟ گوش کن شوکت، برای تو آمدم. رفتیم قصدی دامالوزیا را میگیریم. براستی اکا من سالهای دراز همین رو انتظار بودم. رفتیم قصاص میگیریم اکا. میرویم با من بیا. سازی رمان هی! دامالای دیوانه کجا میروی؟ با مسجد چه کار داری؟ نماز خواندنی بودم. گذر شین. انا در اومدم خدایا با من صبر کن. احمد جان عشق منو تو قوای برق استحصال میکند. ببین ماشینه که تر کار میکرد با مثل ساعت کار میکند. این همش جاذبه عشق است. تاثیر عشق از عشق احمد و میجگان با کار درآید ماشین جان. این چی نقل میکنه؟ به این ماشین لیلی و مجنون نشیند هم فایده ندارد. کدو از این بهتر است. در اصل به تو یک خبری خوش دارم احمد جان. چی؟ از این پس مرا به خانه آوردنت ضرور نیست. برای چی؟ چون که بله برای چی بله چون که تو با من تکلیف اولادار شوی رو کرده بودی. من باشم بله بگویم عشقم. یعنی البته که اول خاطرتان برقرار شود بعدا تمام خوشی های زندگی ما رو انتظار است احمد جان. اصلا جدا نمیشویم. اول خاطرم با جایش شاید همین خیلی؟ تمام خیر شب خوش عزیزم. میلش خوابهای خوش. احمد جان یادت میکنم. یا خدای مهربان از برای این زن خاطرم برقرار نشود بهتر است. بله همون خیلی است. چه بگذاریم؟ دامالای دیوانه تو در همینجا ما را انتظار شو. دعای خیرت را تمام نکن. یک کار است، یک دو حرامی رو میزنیم و بعد میاییم. برادر من با کار شما چی کار دارم آخر؟ خواهش میکنم مرا سر دهید. مرا جماعت منتظر از جماعت. من باید به مسجد روم. تو دمت را گیر فهمیدی. در جای شین. آخر خواب دارم. شین. همین نمیرسید. یک دامالای دیوانه با ما نمیرسید. ای خدا با من صبر ده. الو اکا کانون اومد. با هم بردن اومد. دستویت را بالا کن. من سلاح را چکار میکنم برادر؟ من داملایم حاجی. جاغت را گیر. تو مگر خبرکشی کنعانی دیوانه نیستی؟ سلاحت را پارتا نباشد میپرانم. برادر من خبرکش هیچ کس نیستم. من با هیچ کس خبر نمیبرم و نمیارم. من حاجیم. سلاحت را از من دور کن. تو آدمی کنعانی دیوانه نیستی ها؟ گوش کن من آدمی هیچ کس نیستم. کنعانی دیوانه را هم نمیشناسم و در برم سلاح نمیگردانم. تو به سلاح آمدی که سخرات را به قتل رسانی ها؟
مگر دیوانه هستی تو ها؟ ای من دیوانه نیستم. چند بار به شما گویم که دیوانه مرد. به کی ها مرد دیوانه مرده است. سلاحتون را گیرید. یا بسم الله. سلاحایتان را پرت کنید. دستانتان را به پشت سرتان برید. در کجا هستید بیناموسا؟ اگر نخواهید که شما را در اینجا کشم سلاحایتان را پرت کنید. حیوانها همه چیز را من باید فکر کنم. یک دن را نگاه کردن نتوانستید نه؟ السلام علیکم. اکا دستگیر کردیم چیکار کنیم؟ را اگر مرد باشی با پیشم برا. مرد باشی با پیشم برا. اگه میشه از اینجا فهمو اکا دست و پایهاشون رو بسته به بحر پرتوید. کسی مرا میکشه زنش بمبرا. خدای مهربان یا خدایا حاضر ساز رفته ایستاده بودی باز چی ایستادی؟ چی شد باز؟ چی ویران شدی؟ ای بدبخت خدا زند نبودنت بهتر است تو را. با خدا عمری تو با آخر رسید. برای همین تو را وقتی به قعر اقیانوس پرتافتنم آمد به خدا. هیچ خفه نشو. این کار در همین جا تمام می شود. رفته نمی شود این خیلی معلوم است که نمی شود. آهسته به کجا می روی؟ بیعقلی نکن. آهسته آرام باش. ای گذره ای آهسته. اکای کانون من چرا نفهمیدم راستیگه. همه آدمو دست پای ما رو میبندن در درون بحر میپرتیان میتنه. عجب با دست پای بسته طلب بحر ما رو چخیر میبرنده؟ روی آرچت سیاه. تو هیچ وقت آدم نشدی. گاو بودی همین خیل ماندی. حاضر میمیری کلمه شهادت رو باید بیار. چه دعایی که میدانی بخواه. اکا من یک دو میدم دوی دسترخوان تمام. اکای کانون بخشش زیاد و من در اینجا چیکار میکنم؟ شوکت او تو با اختیار خودت آمدی؟ اختیارا اومدم اما قصاصگیری اومدم. نه اینکه دست و پایم رو به سنگ بستم مرا با او پرجام. من بازی رو نمیتونم اکا. شکری خدا که ما بازی رو میتونم. بسم الله. برادر امیر از اختر بند. تو چرا پای های مرا میبندی؟ من همراه این دیوانه نیستم. من حاجیم. من داملای اصلیم. اینها پیروی داملای ساختن از من نه. خاموش. بهتر از کلمات را عرضه کن وگرنه از این دنیا به ایمان میروی. برادر من گناهی ندارم. اینها مرا از راه گرفته و اینجا آوردند. آخر جماعت مرا انتظار است. جماعت قسم میخورم که من به اینها یگان علاقمندی ندارم. کمتر دیگر طاقت کن. جماعت جنازت رو میکند. بله نالیاسته کاری تو تا اینجا بوده است. اما از من خفه نشم. دانسته باش هر یک چیز آخر دارد. اکنون استراحت کن. تو هم به سن 124 رسیدی مانده شدی. خیلی پیر به هیچ کس در کار نمی شود. مردنش به هست. به جای می رفتگیت کمتر تر می شوی. اولش کمتر خنک می شود. بعد آهسته آهسته عادت می کنی. میلش خیلی خودت رو نگاه کنی داملا توفیلا دای پوست کرکدیل یکم تره میخوره. این کی باشد؟ این چی است؟ ایسا وگرنه تو رو میپرانم. ایسا گفتم.
اکا بقب پرونوش کی ما را نجات داد؟ از کجا بدونم ماشین از بالا اومد و فکرم دامولازیو از آن دنیا به ما کمک روان کرد. ات دمت را گیر شیطان. دامولازیو دیگر یگان کاری ندارد که از آن دنیا آمده تو را نجات میدهد. دامولازیو اگر روان کند مگر همین عرابه را روان میکند. وای ماشین های قیمت بها را دوست میداشت. با خدا راست گفتی اکای کانون. برادرم ای قوریستان به ما را ماشین روی کرده. رود سیاه شد. چقدر پرنور بودی برادرم. خدا رحمتت کنه. خدا رحمتش کند. مکان جنت شود. ای خداوند بزرگ شکر به درگاهت که دعای مرا شنیده مرا نجات دادی. هزارها بار شکر. خداوند شکر که مرا نجات دادی. اما اینها را برای چی نجات دادی؟ قصخ نبستنه. خیر هیچ گپ نه. حالا جوانم شکر کنم که با دعای من نجات یافتن وگرنه حالا مرده بودند. ای دامولای دیوانه دعای تو به خودت فایده نمیارد به دیگران چی فایده میارد؟ مرا نگاه کنید. این دامولای دیوانه رو همراهتان گرفته برید باز خوراکی یگان درنده نشود. لازم نه. من در همین جا میستم. دستت را گیر. دم طبیعی خودم تراب درون آب نمی من گفتم من به هیچ جا من در همین جا میمانم آخر. چی گپ است؟ این چی است؟ من این ماشین رو پرتافته بودم. آخر کی این رو به اینجا آورد؟ احمد جان، احمد پسرم، ماشینت رو پلیس ها از درون بحر یافتند و یک مرد گفته است که صاحبش رو میشناسم و همین طرز سراغت رو پیدا کرده ماشین رو به اینجا آورد. کلیدهایت رو بگیر. کسی ماشین رو به بحر پرتافته است. رحمت خاله، به آن مردی که این کارو کرده است سلامی مرا رسانید. البته که میرسانم. برای کار ماشینت را اینجا رحمتی کلان. ای برادر از این ماشین خلاصی نیست. بین باز این سنگ رو در زیر بالونش گذاشتن. برای چی زیا؟ برای چی به نظرم نمی اویی؟ برای چی با من چنین میکنی؟ برای چی از من دوری میجویی؟ من زنده بودنی تو رو میدونستم. من تنهایم زیا. تو مرا تنها گذاشته نمیتوانی. هر وقتی که به مشکلی افتم تو به من یاردم میدادی. با کمکم می آمد. زوغی سیاه. جمشید هم او رو دوست می دارد. وای دخترها همه‌شون از سلطان هستند. دختر زیبای مکتب بودن هم مشکل بوده است. دوگانه جان از آن تو هم از دست رفته ایستاده است. نگو که خبر نکردی. اما دوگانه جان پروا نکن و یک بیعقل است. وزنی شو دوگانه.
به من نگاه کن. او رو بیزن. من مگر به تو نگفتم که از بری صبحان دور شم؟ با تو چی؟ تو کی هستی؟ چی با صبحان گپ زدم علامت کرد؟ تو خودت کی هستی؟ خودت کی هستی؟ حاضر به تو نشان میدهم کی بودنم را. اینجا بیا. عجینا. نرس توی مرا. آره چی میکشی بودم؟ نرس حاضر میتوانم هر دویتان را از مکتب خارج کنم. شما چیکار کرده ایستاده اید؟ اینجا خانه مادرتان است. شما خرید یا آدم؟ چرا با هم جنگ میکنید؟ دخترم، پسرم، ما در اینجا تنها درس متماتیک و زبان نمیدهیم آخر آدم شوید. اینجا درگاه علم و معرفت است، نه اینکه جای جنگ و جنجال. برای پدرتون حالت شما وارد طلبه را همین هم حال شد. یک بار به حالتون نگرید. از ما که شرم نمیکنید از خودتون شرم کنید، از خودتون. استاد اجازه دهید این دفعه جزای آنها را من دهم. مرحمت استاد. کو بگی؟ بچه ها کنی به من دوشان ندهید. این زن دیوانه است. چی است؟ گیر این را. گیر اینش را تو گیر. موی های یک دیگر رو حاضر شانه میکنید. سحر مادرتان چگونه ای که سرتان را شانه میکند عیناً همون خیل شانه میکنید. ای استاد این خیل نکنید، شرمنده میشه به مخی. زود گفتم زود. دعا کنید که من شانه دادم وگرنه قیچی داده سرتان را کل میکردید. زود. استاد احمد هر چی که گفت امان را اجرا کنید. کنی بیا اتینا. ای دختر آهسته شانه کن. مرو مادرم همه خیل شانه میکنند. عجینا. راست شانه کنید. راست. زود. شرمندگی. با آنها قیچی میداد من بسیار میخندیدم لیکن ای استاد شما رو دوست میداریم اما این وضعی نشد. بچه ها شما به صفایتان درآیید. زود باشید. کنی بچه ها همه به صفایشان درآیند. گم شو از نزدم نبینم تو را. دوام دهه. براری کار ما میرویم. آهسته. سینان دخترم به عائله ما خوش آمدی. اکنون تو هم دختر ما به حساب می روی. با اکت مصلحت کردیم از این پس زندگیت را در همینجا دوام بدی. هیچ فکر نکن، تو را به دانشگاه بهترین داخل می کنم. تشکر زیاد امک اکرم جان. با خدا می ندارم از شما. سلامت باشید. وظیفه اما زهرا به کجا می روی؟ پسرم زهرا به کجا می روی؟ با بیرون رفت پدر جان. شما تشویش نکشید. شینه شینم؟ من با شما گفتم که این دیوانه شده است. حالی او رو دیدی فروخ؟ کی رو؟ 40 کیلو زهرا رو میگویم. با زهرا چی شده است؟ چی کار کرده است؟ چیکار کرده است؟ تو مرا دیوانه میکنی فروخ. تولی پدر نداد خط که میگیری میتکشم. فهمیدی؟ ای فروخ کلت کار نمیکند. مگر جای او رو یافته باشد؟ از من جدا نمیشوی. تو تنها عروسی من هستی. فهمیدی؟ سرده مرو. اگر از من جدا شوی من تو رو میکشم. فهمیدی؟ من تو رو دوست میدارم. میدونی من تو رو دوست میدارم. اخی نمیفهمی گپ رو. ای دستم در کرد سرده. من اجازه نمیدم که تو از من روی. ای بچه سرده او را. ای گم شو تو سری به بالایت رو در برا نگذار. چی گپ هست اینجا؟ تو مرا فهمیدی؟ ای دختر مرا نگاه کن. گفتم چیکار میکنی؟ پسرم این عروسی من است دوستا. تو دخالت نکن بهترش. پسرم دستت را گیر. تو پدری من را نمیشناسی. مافیا است. ای بچه حاضر پدر و مادرت را یک گپی خوب میگفتم. گم شو. من با پدرم میگویم حیاتی تو با آخیر رسی. دانسته باش. شنیده دوستو چی گفت؟
ولی با خدا دشنام کرده؟ دخترم خوب است. بچه ها شما شنیدید استاد احمد دشنام کرد. نه بچه ها، این سخنها را در یگان جا نگوید که استاد شرمنده می شود. فهمیدید؟ اما جای واهمه نیست، او باید حقش را میگیرید. اوف، پدرش مافیا بوده است. حالی وای دختری بیچاره را ببین. چی گپ است؟ زود بچه ها بسیم برای بیعقل نخود همی خیلی خوب. با کجا می رود این دختره؟ می آیی. میدانم عشقم می آیی. به دیدارت می رسم. سلام علیکم شاگردان. سلام. کنی بنشینید. نباید آن پسر احمق رو دشنام میدادم. حاضر گوش کنید شاگردان. دینمان امر کرده است که با انسان ها معامله خوب کنیم. یعنی ما مشکلیمان را، پرابلم هایمان را با سخن خوش حل کنیم. با دشنام و قوه هیچ مشکلی تا حال حل خود را پیدا نکرده است. برای مثال حادثه ای که در دالان مکتب شد، یعنی بچه ها عروستان شما را ترک کند دیوانه نشوید. همیشه با سخن خوش مشکلی هایمان را باید حل کنیم. با زوری نمی شود و شما به این حق هم ندارید. استاد مگر شما نمیدانید درباره پدر وی گپ و کاری بسیاری است؟ نه این چی بوده است؟ یعنی استاد پدری وای پسری رو که زدیم مافیا بوده است. من زد نیستم مافیای او رو. چه گپ است؟ چی ها میگوید؟ مافیا برای خودش مافیا است. با مقابل او زبان شیرینمون را استفاده میبریم. یعنی با گپ حل میکنیم. هم میخینی؟ کی جسارت کرده و پسری من دست برداشت؟ استاد دین شناسی در صنف است. یعنی پیش رو رفتیم. شاگردان عزیز، سخن شیرین حتی ما را از سوراخی بیرون می‌کند و از این سبب ما حتی با دشمنان خود باید خوش معامله باشیم. فهمیدید؟ اما استاد میگویند که با بدان بد باش و با نیکان نیک، جای گل گل باش و جای خار خار. با این چی میگوید؟ سوال خوب، اما با این جوابی ما متاسفانه نه است. در مقابل این ما باید صبر و تحمل کنیم. چی گپ است؟ یک طرفی سگ بچه. آرام شوید. من پسرم رو با مکتب روان میکنم که با او دست بردارند. فرض کردیم که یک آقی پدر، یعنی بخشش، یعنی که یک شخص نابکار در راه رفته ایستاده باشد و در نزد همه فرض کنیم که در کوچه تو را دشنامی قبیه داده یک شپاتی میزنه. شما چیکار میکنید؟ آیا با او عیناً همون خیل جواب میدهید؟ این خیل نمیکنید. سخن شیرین گفته صبر کردن در کار، این است راه حل. استاد صبر کردن نمیشود. میشود. همین طرفه آدم وجدانش به حرکت میدراید و از کردارش پشیمان میشود. شاگردان عزیز فراموش نکنید ما انسان را از حیوان با چه فرق میکنیم؟ با سخن گفتن. ما سخن گفتن مشکلی هایمون را حل میکنیم. اگر شاخهای اون بقر را نشکنم نامم را میگردانم. کدوم استاد رو نمیدانم. حیوان ها باشند با جنگ. مثلا در فیلم های مستند میبینید که همیشه حیوان ها با همدیگر مبارزه میکنند. چی گپ است؟ استاده که پسر ما را زد تو هستی؟ بله منم. تو خودت کی هستی پسر ما را میزنی؟ یا خدایا استاد احمد را نگهبان باش. کاش که با اون پسر سر و کار نمیگیریم. نکنون مسئلهش به ما آورد. زود با پلیس زنگ زنید. تو چی ها میگویی؟ تو پلیس میاد داخل بینی استاد رو میشکن. بچه ها بس گپ زنید. بهترش بگوید که چیکار کنیم. زوری ما با آنها نمیرسد. بچه ها تمام آرام شوید. میتوانی کلمات رو عرضه کنی؟ استاد دین هستی ها؟ تمامی دعاهای میدانستگیت رو بخوان. ای اماکی
استادم رو سرده. وای وای مردن میخوای بچه چه؟ منو تهدید نکن. گم شوه. هی ما استاد احمد را تنها نمیگذاریم. همین خیلی بچه ها. گم شوه پدرت لعنت. Cristian, che demoni میکنی ها؟ Cristian؟ کنی دفت شوید از اینجا. آرام بچه ها ایسته. استاد احمد چی گپ است در اینجا؟ نگهبان آنها را به بیرون بر. اگر اجازه دهید پلیس را دعوت کنم آنها را برم. در کار نیست. نگهبان آنها را به بیرون بر. این آخری کار نیست حالا میبینی. دفت شو. تمام بچه ها به جای هایتان گذارید. در بالا موندیم در. استاد جنگ را از کجا یاد گرفته باشد؟ من از کجا دانم دهان و بینی آنها رو شکسته؟ ای بچه استاد 4 نفر رو تنها زد. بچه ها با شما میگویم از استاد احتیاط کنید، ما رو هم میزند. ای سفسطه نگو. استاد احمد شاگردانش را دوست می‌دارد. او تنها آدمان بد را میزند. تو هم آدمی بد هستی. به من این خیلی نگاه نکن. تو چی به من چسبیده ای؟ استاد اگر اجازه دهید ما درسمون رو دوام دهیم. البته استاد مرحمت درسای خوش. با شما برای کار. خانم جگار پیش در میرویم. یا خدایا من این آدم را چه زدم من؟ خب بچه ها در کجا بودیم؟ سخن شیرین ما را میبرارد. بله سخن شیرین. چه خیلی که گفتم زبان شیرین مار را از سوراخی میبرارد، اما ماری زهردار باشد دانسته باشد با چوب زدن در کار، وگرنه آن مار شما را میگزد. دیوانه میشوم. با کجا میروی زهرا؟ با کجا؟ اوف ای خداوند بخشاینده و مهربان، تمامی دیوانه ها با من سر و کار میگیرن. بالاکاری باز این عرابقم میدهن. یا خدایا این چه حال هستن؟ این چه خیلی ماشین شد. اوف التماس با کار دارا التماس. اوف با کار دارا بعد من تو را با تماشا میبرم کنی؟ نه نمیشود. بلا سند این حیات پر از مشکلی بوده است. اوف استاد جان لیکن در وقتش آمدم. چه خیلی در وقت؟ استاد با سوالی که در دنیا آب و نان تمام شود انسان چی میخورد جواب دید بعد من میرم. نفهمیدم. استاد در دنیا آب و نان تمام شود انسان چی میخورد؟ این رو رفته از حاجی مراد بپرس پسرم خوبتر میشود. حاجی مراد کی است؟ مراد به خدا من نمیدانم از این ماشین چقدر خلاص شدم بیزار شدم. استاد با سوال من جواب میدهید یا نه؟ نامی تو چی بود پسرم؟ من از یادم برآوردم. من هجری ام استاد. نویس پسرم. اگر در دنیا نان تمام شود انسان چی میخورد؟ انسان ها به جای نان میتوانند که کلچه خورند و باز فطیری روغنی. اگر در دنیا نان تمام شود انسان بسیار چیز است که به جای آن خورده میتواند. مردم رو به خلیب سیاه میکنند. چرا؟ چون که نان تمام شد. به جای نان خلیب است کو. اگر آب تمام شود چی؟ آب تمام شود چی استاد؟ چای میخورند هجری. در حقیقت راست میگوید استاد؟ بله. این دیوانه با فکرم باز استاد را سوال باران دارد. و باز انسان ها به جای آبی آشامیدنی می توانند که از آبی چشمه استفاده برند یا اینکه از مغازه کالا بخرند. و باز در دنیا اگر آب تمام شود شیرگاه خورده می توانند برند. البته استاد وظیفه خانگی همون را جواب داده استاد است. خلاص اگر آب و نان تمام شود به جای نان بلوچکه و به جای آب باشد انسان ها می توانند که از آبی باران استفاده برند. جواب سوال همین است مگر؟ من میدونم استاد همین خیلی گفت. خدا از شما راضی باشد. خدا مرا با این جواب هایم ببخشد و دانشم را زیاد کند. آمین استاد آمین.
این جواب ها با عقل من از کجا آمدند؟ من چه خیلی گپ زدم؟ ماشاءالله استادی مبارک است مبارک. بچه ها به من یاری دهید. کجا می روید؟ بچه ها از ثواب نگریزید. بیایید تله دهید. هی! هیچ از این عرابه خلاص نشدیم. کلید را در درونش مانم گویم، اما کین را میگیرم. به بحر پرتفتم، باز برگشت. ماشینی بومیرن از او بیزار شد. اکا این ماشینی تاریخی است. از کجا افتید این ماشین رو؟ به شوخی میگویی این ماشینی تاریخی است همیخه؟ اگر معقول باشد این رو گیر. چی خیر گیرم اکا؟ برادر کلید در درونش. مرحمت استفاده بر. ماشینش را هم در جای عجایب مونده است. کارتکی رس زاغی زیوی من میدونم مرا تماشا داری. آمده مرا نجات میدی. میدونم من نمیترسم چون که تو زاغی سیاه هستی. هر وقتی که در بلا باشم تو آمده مرا خلاص میکردی و بازم خلاص میکنی. آینی زهرا التماسی از زود بیاید. زهرا خودش رو میپرتاید. تو چی هم میگوی ملیس؟ التماسی از زود بیاید. زهرا در کجاست؟ آدم بیاید. او در بالا چی کار میکنه؟ التماسی از نیگان کار بکن. از برای داملازی و خودش رو میپرتاید. چی؟ زیا؟ ای انسان ها گوش کنید. مردن هم آدم 1 سال شده حالا گپ یمون نمیزنید. ای با نمیدونید. ای بچه من به تو نگفتم که بعد بیشرف زنده سردار مرا به حالم گذارید. خانم زورا را بینید که خودش رو میپرتاید. رفته او را یاردم دادن در کار. برام گویا رو ده. زهرا جمله مرا گوش کن. یگان نامعقولی نکن. خودت من به نظر میبرایم. بیعقلی نکن. قسم میخورم که از جایتان جمعید خودم را میپرتایم. به نزد من نآیید. زاغی سیاه میآید مرا خلاص میکند. غیر از تو هیچ کس را اجازت نمیدهم که مرا نجات دهد. زاغی سیاه من کی هستم؟
ملیس کیست؟ زهرا کیست؟ زهرا گفتنی دختر کیستن؟ برای چی مرا سیاه میگویند یا خدای مهربانم؟ بالای این میجگان برم نه من به میجگان تکلیف آیله دارشوی کردم مگر همین قدر انسانی بیزوقم؟ اوف از خودم دلم خنک شد. کی هستم من؟ بیا عشقم، در کجایی که باشی بیا بیا در کجایی بیا. زهرا مرا گوش کن، این کار به او بیناموس نمیارزد. حالا در پیش حیات خوب داری زهرا. پسر دارم اینو با من دهید. شما چی هم میگوید؟ انسان باید پسیخولوگ باشد. پسیخولوگ با این سخنهای شما خانم زهرا خودش از بلندی میپرقید. انا گبزنی را بیا. خانم زهرا خواهش میکنم با پایان فرار کلتکلش به هلاکت رسید. پس از اگر قبول کنیده فرار کسی نمیفره خدا بزنه. زندگی جانبازی از بحری نبودن بوده است. زین جهان بر آن جهان چیزی نبوده بوده. ای به من ده بیعقل. زهرا جونم گوش کن، خود من به پیشت میویم. از جویت نجو، من به پیشت میویم. بته بلنگوی که دم میسیره گشت بگو. چند مراتبه به شما گفتم که مرا تنها گذارید، به حال خودم گذارید. زاغ سیاه آمده مرا نجات میدهد، نمیفهمید؟ خدایا زهرا ایستا چی کار میکنی؟ زهرا حسین جانم شیرینم خواطر نشوید. باز دو میسیره غزلش گفتم انشالله تا بگرم میفرویم. بلنگوی که شیرین جان ایمدم. زهرا این کارو نکن، خواهش میکنم با پایان فرار. ای وای دامولای ساخترا همسرش نیست؟ دخترم بلندگوی را با من ده. دخترم خودت را نفردا که حرام میمیری. برای یک دامولای ساختکار این کار ارزنده نیست. برای یک دیوانه شده حیاتت را نساز. تو خودت دیوانه هستی بی عقل. یه دامولا میکروفون ما را بته. ما یکم بار مسجد رفتیم میکروفون شما را گرفتیم یکم گپ گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. توبه کردم توبه. در کجای زاغی سیاه؟ برای چی نمیایی؟ بیا خانم زهرا بیا. کدو وقتی که من در بلا می بودم تو می آمدی. بیا اکنون زاغی سیاه بیا. زهرا یا بیا یا خطب پرده که ما کار داره. ای دیوانه تو چی ها میگویی؟ این رو با من ده. زهرا خواهش میکنم این کارو نکن. با پایان فرار همش رو با تو نقل میکنم. زهرا دامولا زیاد زنده است. در روز نیکا او را دیدی این خیال نبود. التماس با پایان فرار. این چرا کار نمیکنن؟ میلی تو چی گفتی استاده ای؟ کلتکلت زنده است میگویی؟ سردارم در بروتاتون صدقه شما چه خیلی آدم اینقدر ساده هستید. مگر شما نمیفهمید؟ خانم ملیس برای آنکه زورا فکرهای بیزب نکنه این خیلی گفت. این خانم گفت که کلتکل زنده است و این سخن زود به گوش خانم زورا رفت. از همین خانم ملیس گبزنی رو یاد گیرید. نه آخر او از راستی زنده است. خدای خداوند نگه بدار که خانم ملیس هم دیوانه شد. نامدی زاغی سیاه، نامدی یا که از راستی زنده نیستی. اگر زنده می بودی آمده برو خلاص می کردی. هیچ چیز رو نگاه نکرده می آمدی. دخترم مگر برای آدمی مردگی این کار را میکنن؟ بیا چاق کنم. لیوی تو چی کار میکنی؟ لیوی میروی تلفن انتظار شو. بیا شین اینجا.
روزهای وزنین را میگذراند. برای او باید ما با دقت باشیم. از پشت یک خدا زده باز یگان کاری نامعقولی نکند. برای همین با دقت باید باشیم. تو رو دوست می‌دارم. تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. زهرا 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 لبای میلیس. وای من از تو بخشش میپرسم. سبب؟ زنده بودنی دامولا رو میدونستم. چی؟ و این رو از تو پنهان کردم. التماس ببخش مرا. چی؟ گوش کن، از تو قصاص گرفتن میخواستم. تو خانه دار میشدی. بعد از آن زنده بودنی دامولا زیا رو فهمیده حالت بد میشد. مقصدم همین بود. زهرا گوش کن، بابایم تو رو دوست می‌دارد. مردهایی که من دوست می‌داشتم آنها تو رو دوست داشتند. من به تو بسیار حسرت می‌بردم. از همه بسیار بابایم تو رو دوست می‌دارد گفتم من رشک می‌کردم. برای همین هم نخواستم دامولا زیا رو پیدا کنی. میلیس مگر تو با من بازی میکنی؟ اونقدر چیز رو از سر گذراندم، حالا هم تو با من بازی میکنی؟ حالا هم؟ نه راستش رو میگویم به خدا. گوش کن، مناسبت ما اونقدر خوب نیست، اما وجدانم این قدرش را برداشت نکرد. از برای دامولا زیا نمیخواهم به خودت ضرر رسانی. بگیر. این چی است؟ جای زیست دامولا زیا، سراغش.